نسیمی که از بن آن کاکل آی و موی خوشتر ز بوی سنبل آی و چو شو گیرم خیالت رو در آغوش سحر از بسترم بوی گل آی و به راستی چه دنیای عجیبی و چه روح سرشار از عشق و احساسی می تواند خالق این عشق ورزی صادقانه و معصومانه با خیال یار باشد. عشق را از عشقه گرفتند و عشقه گیاهی است که به دور درخت می پیچد، از آب درخت تغذیه می کند، رنگ اون رو زرد می کنه، برگ اون رو می ریزه، بعد از مدتی خود درخت رو خشک می گرداند. در این قیاس عشق نیز چون به کمال خود برسد، این حرف سهروردی قوای عاشق رو تحلیل میبره، حواسش رو از کار میندازه، طبعش رو از قضا باز میداره، رنگ چهره او رو زرد میکنه، عاشق از خلق گریزان میشه و از صحبت غیر دوست ملول میشه، بیمار میشه، دیوونه میشه، چو مجنون سر نهد اندر بیابون به قول بابا طاهر و یا از عشق میمیره. بابا طاهر از نخستین کسانی است که عشق عرفانی رو با شعر بیان کردند. لقب عریان گویای وارستگی و درویشی اوست. عریان یعنی برهنه، عور هم همین است. روت به کردی یعنی لخت. نزونم روت و عریونم که کرده، به دشت آواره مجنونم که کرده، بده خنجر که تا سینه کرم چاک، ببینم عشق بر جونم چه کرده. لقب عریان برای بابا طاهر این است که او عاری شده است از تعینات اعتباری و برهنه شده است از لباس تعلقات مادی. تعلق یعنی آویختگی، واژه معلق هم یعنی آویخته و آویزان، تعلیق هم از همین خانواده است، علقه و علاقه هم از همین خانواده است. تعلق یعنی به چیزی آویزان شدن و به اون وابسته و نیازمند شدن و علقه و علاقه پیدا کردن. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. عریان یعنی کسی که خود را از هر چه رنگ تعلق میپذیرد آزاد کرده است. زیر بارند درختان که تعلق دارند، ای خوشا سرو که از بار غم آزاد آمد. عریان آزاده تهیدستی است که خود را از بار تعلقات رها کرده است. سعدی در بوستان میگه تعلق حجاب است و بی‌حاصلی، چو پیوندها بگسلی واصلی. و بابا طاهر این پیوندها رو گسسته است. عریانی یعنی قطع تعلق از بدن. در قطع تعلق از بدن راحت هاست. از خواب قیاس مرگ می باید کرد. موتو قبل ان تموتو، بمیرید قبل از آن که شما را بمیرانند. آن که به اختیار خود حقیقت را نمیپذیرد، حقیقت را به او میپذیرانند. به قول معروف گر نستانی به ستم میدهند. و عارف این حقیقت را به اختیار میپذیرد.
دلا راه ته پرخار و خسک بی، گذارت بر سر چرخ فلک بی. گر از دستت برآید پوست از تن بیفکن، بلکه بارت کمترک بی. پوست از تن افکندن یعنی قطع تعلق کردن از بدن، یعنی عاری شدن و عریان شدن از علایق این جهانی. پوست از تن کندن یعنی بار خود را سبک کردن و برای گذار بر سر چرخ فلک آماده شدن. دلا راه ته پرخار و خسک بی، گذارت بر سر چرخ فلک بی. گر از دستت برآید پوست از تن بیفکن، بلکه بارت کمترک بی. سروده های بابا طاهر بیانگر یک عشق ناگزیر است، عشق انسان به حقیقت. بیانگر عشق انسان است به جانان، یکی درد و یکی درمون پسنده، یکی وصل و یکی هجرون پسنده. ما از درمون و درد و وصل و هجرون پسندم اون چه رو جانون پسنده. جان عاشق آینه عشق یگانه است، به صحرا بنگرم صحرا بینم، به دریا بنگرم دریا بینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشون از قامت رعنا بینم. سعدی هم چنین مضمونی داره: وقتی دل شیدایی میرفت به بستانها، بی خویشتنم کردی بوی گل و ریحانها. گه جامه دریدی گل، گه نعره زدی بلبل، با یاد تو افتادم از یاد برفت آنها. گویند مگو سعدی چندین سخن از عشقش، میگویم و بعد از من گویند به دورانها. و ما در دورانی زندگی میکنیم که دنیا مجازی است، رویای مجازی، خرد مجازی و عشق مجازی. شاید به همین دلیل باشه که این پرسش همیشه مطرحه که شاعران ما از عشق چه نوع عشقی حرف میزنن وقتی از عشق میگویند. عشق آن جهانی یا عشق این جهانی؟ این سوال خصوصاً در مورد شعر سبک عراقی خیلی مطرح میشه، چون به دلیل ادغام واژگان او با اصطلاحات عرفانی در قیاس با سبک‌های دیگر شعری ابهام و ایهام و رندی‌های بیشتری داره. عشق آن سری یا عشق این سری. مولوی که میگه عاشقی گرزین سر و گرزان سر است، عاقبت ما را بدان سر رهبر است. خب عشق بابا طاهر و عطار و مولوی و حافظ و دیگران که از پرده برون افتاده، مثل عشق سعدی که نه حدیثی است که پنهان ماند، داستانی است که بر هر سر بازاری هست. گر مرا با تو بگویم که سر و کاری نیست، در و دیوار گواهی بدهد که آری هست. به قول شهریار: از عشق من به هر سو در شهر گفتگویی است. من عاشق تو هستم این گفتگو ندارم، جز وصف پیش رویت در پشت سر نگویم. رو کن به هر که خواهی گل پشت و رو ندارد. خب من به نوبه خودم به شما خوش آمد میگم و سپاسگزارم از همگی و از انجمن فرهنگ آزاد که تلاش میکند که ما گرد هم آییم. گفت گور سوت دلون گرد هم آییم، که قدر سوت دل دل سوت دونه. این گرد همایی هم که امروز متداول شده
و مترادف واژه کنفرانس هست در دو بیتی های بابا طاهر به کار رفته. بر سوت دلون گرد هم آییم، سخن وا هم کریم غم وا نماییم. ترازو آوریم غمها بسنجیم، هرون غمگین تره وزنین تر آییم. سوت دل خب یعنی دل سوخته. سخن وا هم کریم یعنی هم سخن بشیم، حرفها رو کنار هم بگذاریم و درد دل بگوییم. ترازو آوریم غمها بسنجیم، غصه ها رو اندازه گیری بکنیم. هر آن کسی که از عشق دلی سوخته تر و غمی بیشتر داره، قرب و وزن بیشتری هم پیش یار داره. امشب سخن از بابا طاهر است و موضوع اون بیشتر بابا طاهر شناسی است. در فرصتی که هست از زندگی بابا طاهر، از اندیشه و زبان او، از تنهایی او، از سروده های او و مخاطبان او، همچنین از عشق و از عرفان میگویم، از آنچه در چنته دارم. امشب سخن از خاک دامنگیر غربت است. غریبی بس موی دلگیر داره، فلک بر گردنم زنجیر داره. فلک از گردنم زنجیر بردار، که غربت خاک دامنگیر داره. که این دو بیتی میتونه اشاره به غربت انسان در عالم خاک باشه، چون انسان از موطن اصلی خودش دور افتاده، از وطنی دور افتاده که این وطن مصر و عراق و شام نیست. این وطن جایی است کان را نام نیست. گفت تو در این اوطان غریبی ای پسر، خوب غربت کرده ای خاکت به سر. آنقدر در شهر تن ماندی اسیر، کان وطن یکباره رفتت از ضمیر. رو بتاب از جسم و جان را شاد کن، موطن اصلی خود را یاد کن. این هم از مثنوی نان و حلوا از شیخ بهایی بود که خوندم. تعجب نکنید، من چاره ای جز این ندارم. وقتی درباره بابا طاهر حرف میزنیم، نه تنها نمیتونیم ذهنمون رو خالی کنیم از هر چیزی جز بابا طاهر، بلکه هر چیزی جز بابا طاهر از راه تداعی معانی و همخوانی اندیشه ها به کمک ما میاد که بابا طاهر رو بشناسیم. به نظر من برای شناخت بابا طاهر و هر شاعر یا هر کس دیگری نمیتوان فقط به خود او اکتفا کرد. راز بابا طاهر رو باید با مطالعه و از لابلای سخنان دیگران جستجو کرد. خوشتر آن باشد که سر دلبران، گفته آید در حدیث دیگران. اینها همه متعلق به یک فامیل هستند. این یک مجموعه است، یک نظام، یک سیستم، یک کل که از اجزایی تشکیل شده و مثل هر سیستمی خواصی فراتر از خواص یکایک اجزای خودش داره و اجزای اون همبسته و منسجمند و این اجزا حدود و ثغور یکدیگر رو تعیین میکنن و در نتیجه ارزش یکدیگر رو مشخص میکنن و هر رویدادی بر روی تمام سیستم و بر روی یکایک اجزای اون قابل بررسی و قابل قضاوت است. و اصولاً در تحقیق که تحقیق ادبی و زبانی هم جدا از اون نیست، میباید نگاه سیستماتیک و نظاممند داشته باشیم، نگاه علمی داشته باشیم، وگرنه به جای اون که به کعبه برسیم بیم آن است که سر از ترکستان درآوریم.
دو بیتی‌های بابا طاهر در مجموع ساده، بی تکلف، بدون تعقید و فارغ از ابهام بدیعی و ادبی هستند و به دلیل صداقت، لطافت و زیبایی تأثیرگذارشون قرنها در ذهن و زبان مردم ما موندگار شدند. گاهی هم کثرت کاربرد بعضی از این دو بیتی‌ها سبب شده که بعضی از اونها یا بخشی از اونها در زبان رایج ما راه پیدا بکنند و به صورت عبارت و جمله یا ضرب المثل به کار برن. مثلا چه خوش بی مهربونی هر دو سر بی، که یک سر مهربونی درد سر بی. اگه مجنون دلش شوریده می بود، دل لیلی از او شوریده تر بود. و یا اگه دردم یکی بودی چه بودی، اگه غم اندکی بودی چه بودی، به بالینم حبیبی یا طبیبی، از این هر دو یکی بودی چه بودی. باز هم تک نوشم نی نیشم چرایی، تک یارم نی پیشم چرایی، تک مرهم نی داغ دلم رو، نمک پاش دل ریشم چرایی. بازم میگه از اون روزی که موی آفریدی، به غیر از معصیت چیزی ندیدی. خداوندا به حق 8 و 4 سه مو بگذر، شتر دیدی ندیدی. بابا طاهر در دو بیتی‌ها 2 بار خداوند رو به حق 12 امام قسم میده و از اونها به عنوان 8 و 4 یاد میکنه. 8 و 4 رو میتونیم به 8 آسمان و 4 آخشیج یا عناصر اربعه، خاک و باد و آب و آتش هم تعبیر بکنیم. و در جای دیگه از خداوند میخواد که دل او رو روشن کنه تا بتونه 8 و 4 رو عیان ببینه. شو تارت ببینم تار و تارو، گرفته ظلمتش هر برج و بارو. خدایا روشنایی بر دلم ده، که تا بینم جمال 8 و 4. یک نکته دیگه هم هست که در زبان معمولی به کار میبریم، شاید ندونیم از دو بیتی‌های بابا طاهر گرفته شد و اون اینه: خوشا آنان که هر از بر ندون. در زبان عربی هر آوایی است که با اون گوسفند رو میرونن. در فارسی امروز هم البته فارسی نافرهیخته امروز وقتی میخوان کسی رو برونن از واژه هر استفاده میکنن و بر آوایی است که با اون گوسفند رو میخونن. در زبان عربی همچنین هر یعنی گربه و بر یعنی موش. وقتی عرب ها میگن لا یعرف الهر من البر، یعنی حتی نمیدونه که گوسفند رو چگونه برانه و چگونه بخوانه. و یا فرق گربه و موش رو نمیدونه. به عبارت دیگه هر رو از بر تشخیص نمیده. یعنی کسی که عامی بحته، بحت با هی جیمی، یعنی ساده، خالص از هر چیزی، عامی بحت. من در یه جایی هم دیدم خوشا آنان که هر از نر ندونن. آخه عرب ها گاهی هم میگن لا یعرف الهر من النر، یعنی هر رو از نر نمیدونه. یعنی نمیدونه که وقتی الف لام بر سر حروف شمسی قرار میگیره لام اون تلفظ نمیشه. به جای بسم الله الرحمن الرحیم میگه بسم الله الرحمن الرحیم. چنین کسی که اصلاً هر رو از نر تشخیص نمیده، هر رو هم از بر تشخیص نمیده. البته وقتی ما میگیم مثلا طرف هر رو از بر نمیدونه، یه نوع تحقیره دیگه، یعنی آدم نفهم و بی اطلاعیه.
معمولاً به طور ضمنی هم میخوایم برتری خودمون رو به رخ بکشونیم. ولی بابا طاهر تحقیر نمیکنه، بلکه به چنین کسی غبطه میخوره. میگه خوشا آنان که هر از بر ندونن، نه حرفی وانویسن نه بخونن. چو مجنون سر نهن اندر بیابون، در این کوهان رون آهو چرونون. واژه کوه رو بابا طاهر زیاد به کار میبره، چون در منطقه کوهستانی غرب زندگی میکرده. خوشا آنان که هر از بر نزونن، نه حرفی وانویسن نه بخونن. چو مجنون سر نهن اندر بیابون، در این کوهان رون آهو چرونن. چیزی شبیه حرف نیمایوشیک که میگه از پس 50 و اندیز عمر، نعره بر می آیدم از هر رگی. کاش بودم باز دور از هر کسی، چادری و گوسفندی و سگی. میبینیم که گاهی به دلیل تکرار دو بیتی های بابا طاهر یا بخشی از اونها چنان آشنا شدند که میزان و ماهیت اطلاعی اونها کمرنگ شده و به قول زبانشناسا اطلاعشون رو از دست دادن، اینفورمیشنشون رو از دست دادن و لازمه که از اونها آشنایی زدایی بکنیم. به هر حال کلام بابا طاهر از دل غریب میخیزد و از این روز شاید که بر دل غریب می نشینه. سه درد آما به جونم هر سه یک بار، غریبی و اسیری و غم یار. غریبی و اسیری چاره داره، غم یار و غم یار و غم یار. 3 بار غم یار رو تکرار میکنه و هر 3 درد که به جونش اومده غم یار. و چه غریب و بی کس و بی همزبانه این بابا طاهر. به این بی همزبونی واکیاشم، به چه کسانی رو بکنم؟ به این بی خانمونی واکیاشم، همه از در برونن واته آیم. ته که از در برونی واکیاشم. و بعد از گذشت قریب 1000 سال هنوز کسی خوب نمیدونه که بابا طاهر کیست و اهل کجاست. به دل چون یاد و مظلوم و برای و سرشکم بی خود از چشم ترای و بی خود بی اختیار. از اون ترسم مای ورگشت دورون که عمرم در غریبی بر سر آید. و باز تن مهنت کشی دارم خدایا، دل حسرت کشی دارم خدایا. ز شوق مسکن و جور غریبی، به سینه آتشی دارم خدایا. ما هنوز تکلیف دو بیتی های بابا طاهر رو از نظر زبانی، ادبی، عرفانی و جنبه های دیگه روشن نکردیم. هنوز مجموعه منظم و منقحی از سروده های او در دست نیست. هنوز نمیدونیم جایگاه دقیق دو بیتی ها در سبک شناسی شعر کجاست. ما هنوز خیلی از کارها رو که حقاً و انصافاً برای این رند قلندر میبایست بکنیم نکردیم و هنوز برای معرفی او به همون حکایت کذایی راوندی در راحت الصدور استناد و اکتفا میکنیم. میگه شنیدم که چون سلطان طغرل به همدان آمد، از اولیا 3 پیر بودند، بابا طاهر و بابا جعفر و شیخ همشاه. نظر سلطان بر ایشان آمد، کوکبه لشکر بداشت و پیاده شد با وزیرش ابو نصر کندوری. پیش اونها اومد و دستهاشون رو بوسید. راوندی میگه بابا طاهر پاره ای شیفتگونه بود. من شیفتگونه رو پسیونه ترجمه کردم. پسیونه بوده، آنشانته بوده.
شیفته دل بوده، پریشون بوده. میگه موی نه سر نه سامون آفریدم، پریشون آفریدم. پریشون خاطرون رفتند در خاک، موی از خاک ایشون آفریدم. بابا طاهر از سلطان میپرسه ای ترک با خلق خدا چه خواهی کرد؟ سلطان میگه آنچه تو فرمایی. بابا طاهر میگه نه، آن کن که خدا میفرماید. ان الله یأمر بالعدل والاحسان. سلطان گریه میکنه، تحت تأثیر قرار میگیره و میگه چنین کنم. بابا طاهر هم سر یک ابریق شکسته رو که سالها از اون وضوع گرفته بوده از انگشت خودش بیرون میاره و مثل یک انگشتر در دست سلطان طغرل میکنه و میگه مملکت عالم را چنین در دست تو کردم، بر عدل باش. سلطان هم پیوسته اون یادگاری رو در میان تعویض‌هاش داشته و چون جنگی پیش می اومده، مصافی پیش می اومده، در انگشتش میکرده و به فال نیک میگرفت. بنابراین و با استناد به این روایت میدونیم که او معاصر سلطان طغرل سلجوقی بوده. البته سال تولد بابا طاهر رو 326 و سال مرگش رو 398 هجری شمسی تخمین زدن، یعنی چیزی حدود 72 سالش بوده. خلاصه حدود 1000 سال پیش زندگی میکرده. میگه ما اون بحرم که در ظرف اومدستم، ما اون نقطه که در حرف اومدستم، به هر الفی الف قدی برای الف قدم که در الف اومدستم. بابا طاهر اونطور که خودش میگه دریایی است در یک ظرف، به قول مولوی بحر در کوزه. الف در زبان عربی یعنی هزار، یعنی هزاره، یعنی میلنر. الف قد یعنی دارای قدی مثل الف. میگه نیست بر لوح دلم جز الف قامت یاد، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم. و در نسخه های غزلیات حافظ ضبط کردن نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست. اشکالی هم نداره، ولی دوست من نگاه میکنم الف نداره، واو داره. به هر حال الف قدی کنایه از بلند قامتی و سرفرازی است. الف قدم که در الف اومده است. به اعتقاد ایرانیان باستان و زردشتیان در آغاز هر یک از هزاره‌های سگانه فرجامین جهان یک نابغه‌ای یا یک منجی یا به قول بابا طاهر الف قدی ظهور میکنه. شاید بابا طاهر تحت تأثیر همین اعتقاد و با توجه به اینکه در آغاز هزاره دوم میلاد میزیسته خودش رو نابغه زمان دونسته و به تبحر خودش مباهات کرده و این تأکیدی است بر علاقه بابا طاهر به عقاید زردشتیان. نابغه هزاره، ژنید و میلنر، نامی که من روی کتاب ترجمه دو بیتی های بابا طاهر که انتشارات اقمتان چاپ کرد گذاشتم. درباره زندگی خصوصی بابا طاهر مثل زندگی خیلی از بزرگان فرهنگی ایران تقریباً چیزی نمیدونیم. البته نه به خاطر اینکه ما به زندگی خصوصی دیگران دخالت نمی کنیم، چون این کار اتفاقاً مورد علاقه خیلی از مردم ما هم هست، ولی تا جایی که زحمت تحقیق و پژوهش نداشته باشه. به همین دلیله که زندگی خصوصاً گذشتگانی که به اونها افتخار میکنیم و سرمایه های فرهنگی ما هستند در پرده ابهامه. در مورد بابا طاهر به استناد یک دو بیتی
حدس میزنند که او فرزندی به نام فریدون داشته که اون رو از دست داده. چرا؟ چون میگه گور کزدیده جیحونی بسازیم، گور لیلی و مجنونی بسازیم، فریدون عزیز از دست ما رفت، گور کزنو فریدونی بسازیم. البته جای دیگه گفتن این دو بیتی که به نام بابا طاهر ضبط شده سراینده اون پور فریدونه و پور فریدون یک شاعری است شیرازی که در اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم میزیسته. بنابراین برای اون که بابا طاهر فرزندش رو حتما از دست داده باشه به دو بیتی دیگه‌ای متوسل شدن. چو اون دارم که بارش خورده باشم، چو اون ویرون که گنجش برده باشم، چو اون پیری همی نالم در این دشت که رودان جوونش مرده باشم. رودان یعنی فرزند. میگه چو اون دارم که بارش خورده باشم. دار یعنی درخت. در اغلب نسخه های متأخر به جای کلمه دار نخل ضبط کردن. حالا اینکه نخل نماد مناطق گرمسیری و بیابانی است و بعید به نظر میرسه که بابا طاهر در منطقه کوهستانی غرب این همه از نخل سخن گفته باشه، مگر آنکه نخل تأثیر نخلستان‌های پربار جنوب بوده باشه که کشف کردند که بابا طاهر به اون خطه خصوصاً به شیراز سفر کرده و ظاهراً برعکس اصفهان خاطرات خوشی هم از اونجا داشته. صفاهونم صفاهونم چه جابی، که هر یاری گرفتم بی وفابی، بشم یک سر بتازم تا به شیراز، که در هر منزلی صد آشنابی. که البته این دو بیتی هم مال همون پور فریدون است، فرقی هم نمی کنه. داشتیم از درختی می گفتیم که بارش رو خورده باشن. در بسیاری از مناطق ایران از دیرباز برخی از درختان مثل توت و سنجد و چنار رو مقدس می دونستن و اونها رو در محوطه زیارتگاه ها می کاشتن و به اونها دخیل می بستن. از معجزه این درخت ها هم یک داستان هایی در فرهنگ عامه مردم وجود داره. از جمله خونگریستن بعضی از این درختان در ایامی چون تاسوعا و عاشورا و مراد خواستن مردم از اون درخت‌ها. در دو بیتی که میخونم بابا طاهر خودش رو به چنین درختی تشبیه کرده. دلی نازک به سان شیشه دارم، اگه آهی کشم اندیشه دارم. میترسم که دل نازکم بشکنه. یه معنی اندیشه کردن یعنی ترسیدن، بین داشتن. سرشکم گر به خونین عجب نی، ما اون دارم که در خون ریشه دارم. درختی هستم که ریشه در خون دارم. هرچند کجایی بودن بابا طاهر مثل همگنانش از مرزهای بومی و قومی و جغرافیایی گذشته، ولی درباره زادگاه و زیستگاه او اطلاع دقیقی نداریم. شاید اهل همدان بوده باشه، شاید هم از سرزمین دیگه‌ای به همدان آمده باشه و در اونجا موندگار شده باشه. هرچند که میگه ما اون اسپید بازم همدانی، لانه در کوه دارم سایبانی، به بال خود پرم کوهان به کوهان، به چنگ خود پرم نخجیروانی. واژه همدانی در این دو بیتی در بعضی از نسخه ها به صورت همزانی به معنی همه چیزدان و همه فن حریف ضبط شده. گفت یارم همدانی و خودم هیچ ندانی، یارب چه کند هیچ ندان با همدانی.
پس میگه ما اون اسپید بازم همدانی، یا ما اون باز سپیدم همدانی، دونه در کوه دارم سایبانی، به بال خود پرم کوهان به کوهان، به چنگ خود گرم نخچیروانی. و فراق یار این اسپید باز بلند پرواز را مرغ بی بال و پر میکنه. و غم عشق نگار این همه چیزدان کهنکار رو بیابون پرور میکنه. غم عشقت بیابون پرورم کرد، فراقت مرغ بی بال و پرم کرد. به ما گویی صبوری کن صبوری، صبوری طرفه خاکی بر سرم کرد. بیابون پرور، طرفه خاک، برای این صفت‌ها و بسیاری از واژه‌ها و ترکیباتی که بابا طاهر به کار برده، اگه ما به سراغ هر فرهنگ زبان و یا موتور جستجویی در اینترنت یا هر جای دیگه مراجعه کنیم، شاهد مثال دو بیتی بابا طاهر، یعنی ساخته و پرداخته او فرض شدن و به نام خودش ضبطش کردن. وجود آرامگاه بابا طاهر در همدان دلیلی است که مردم همدان افتخار پروراندن این شاعر عارف رو از آن خودشون بدونن. در خرم‌آباد هم یک بنایی وجود داره که بهش میگن بقعه بابا طاهر. مردم خرم‌آباد هم بابا طاهر رو لر میدونن و بر آنن که این بقعه که تا چندی پیش دیوارهاش مزین بود به کتیبه‌های چوبینی از دو بیتی‌های بابا طاهر، زادگاه و خانقاه بابا طاهر بود. بابا طاهر معاصر مبارک شاه لرستانی ملقب به شاه خوشین. شاه خوشین ظاهراً دو بیتی‌هایی هم به تورانی می سروده و با یارانش که یکی از اون یاران بابا طاهر بوده، در هر گوشه و دیار می گشتند و با صوت خوش به شیوه اهل حق ذکر می کردند و به تبلیغ مرام خودشون می پرداختند. شاه خوشین به اعتقاد فرقه گورانی اهل حق سومین مظهر خداوند بوده و بابا طاهر از حواریون او و یکی از 4 ملک او بوده. به این ترتیب شاید بتوان به نوعی رابطه مرید و مراد بین اون دو پی برد و چنین نتیجه گیری کرد که بابا طاهر هم مثل شاه خوشین لر بوده. خاصه این که گفتن بابا طاهر در ملازمت شاه خوشین از لرستان برای تحصیل علوم به همدان رفته و در خاک دامنگیر غربت موندگار شد. نور علی الهی نویسنده و شاعر معاصره که در بیستون متولد شده و یکی از شخصیت‌های مهم مرام اهل حقه، ولی روایت ایشون رو هم مشکوک دونستن با این استدلال که شاه خوشین در سال 394 هجری شمسی متولد شده و بابا طاهر در سال گفتیم یعنی 398 هجری شمسی، یعنی زمانی از جهان رفته که شاه خوشین 4 سالش بوده. بعضی هم میگن شاه خوشین فقط یک دیداری با بابا طاهر داشته. و اما کرد بودن بابا طاهر، به نظر اقوام کرد بابا طاهر کرده، خصوصاً کردهای عراق که شنیدم اصرار دارند که بابا طاهر نخستین شاعر کرد و پایه‌گذار ادبیات کردی است و معتقدند که ابهام در ماهیت زبانی دو بیتی‌ها از اونجا میاد
که چون محققان فارسی زبان کردی نمیدونستند، دو بیتی های بابا طاهر رو به صورت فارسی در آوردن. این استدلال به تنهایی محکم نیست و کردهای عراق برای اثبات این ادعا باید دلایل محکم پسندتری ارائه بکنند. شاید اهل حق بودن و گورانی سرودن بالقوه نکاتی باشه که میتونه به کمک کسانی بیاد که در فکر توجیهی برای کرد بودن بابا طاهر هستند. البته نقطه قوت در توجیه کرد بودن بابا طاهر این هم هست که در دو بیتی های او در نسخه های قدیمتر به گویش لکی شبیه هم و اقوام لک هم خودشون رو کرد میدونن، اصلا کردن و حکایتی هم از کرامات بابا طاهر درباره کرد بودن او زبان زد شده. نقل کردن که در جوانی به مدرسه طلاب میرفته ولی چیزی از قیل و قال مدرسه نمیفهمیده و دلش مکدر بوده، مثل دل حافظ که گفت از قیل و قال مدرسه حالی دلم گرفت، یک چند میز خدمت معشوق و می کنم. سعدی هم میگه سخن بیرون مگوی از عشق سعدی، سخن عشق است و دیگر قال و قیل است. نمیدانم رطب را چاشنی چیست، همی بینم که خرما بر نخیل است. شیخ بهایی هم میگه علم رسمی سر به سر قیل است و قال، نه از آن کیفیتی حاصل نه حال. علم نبود غیر علم عاشقی، ما بقی تلبیس ابلیس شقی. به هر حال بابا طاهر در مدرسه از یکی از همدرسی ها میپرسه شما چه میکنید که از این سخنان سر در میارید؟ او هم احتمالاً به شوخی میگه ما شبها یخ حوض رو میشکنیم و تا صبح 40 بار در آب حوض غسل میکنیم. بابا طاهر هم یک شب زمستانی رو در آب حوض میگذرونه و در بامداد صاحب معرفت میشه و فریاد میزنه امسیت کردیین و اصبحت عربیین. دیشب کرد بودم و امروز صبح عرب شدم و زبانم به عربی گویا شد. این حکایت رو که شدیداً افسانه به نظر میرسه، شاید هم به دلیل سادگی قلب بابا طاهر ساخته باشند. شاید هم اغراقی باشه درباره ریاضت‌هایی که میکشیده و بادامی که به اون میساخته. چون میگه دل عاشق به پیغامی بسازه، خمارآلوده با جومی بسازه. مرا کیفیت چشم ته کافی، ریاضتکش به بادومی بسازه. این دو بیتی جاودانه هم مفهوم بارز قناعت و فقر و درویشی بابا طاهر. عارف هر آنچه در سر دارد می نهد، هر آنچه در کف دارد می دهد و بر آنچه به او می رسد قناعت می کند. قناعت یعنی رضا دادن به داده و قطع طمع از زیاده طلبی. عارف اصولاً به قول عرفا به کفایت اندک وقوف می‌یابد. بادام هم کنایه از چیز اندکه و تشبیه یار به بادام، چشم یار به بادام، به شرط اون که نسبت به اون آشنایی زدایی بکنیم هنوز بدی است و در خور تأمل. ولی آیا به راستی چشم یار بادامه؟ شکل بادام رو مجسم کنید. اگر چشمی مثل بادام باشه مست و بیمار، خصوصا اگر مغز بادام رو
در پوست سختش در نظر بگیریم که شبیه پلک و حدقه است. بعضی از بادوما درشتن، بعضی هاشون ریزن. امروز هم خصوصا در منطقه زاگرس چشم زیبا رو به بادام تشبیه میکنن و مادرها هم گاهی قربون چشم بادامی بچه هاشون میرن. گاهی صفت بادامی به چشم زرتپوستان و مغولان اطلاق میشه که نوعاً ریزه. نکنه که بابا طاهر در این دو بیتی جاودانه اشاره به چشم بادامی محبوب ترک خودش داشته. افسوس که هنوز در شعر و ادب فارسی ما بررسی گسترده بسامدی انجام ندادیم. فرهنگ‌های بسامدی در پژوهش‌های ادبی و زبانی نقش مهمی دارند. شاید هم یک روزی درباره نقش فرهنگ‌های زبان به عنوان مهمترین ابزارهای تحقیق من در جمعی صحبت بکنم در اینجا. به هر حال فرهنگ‌های بسامدی برای نمونه به ما کمک می‌کنند که کشف کنیم که هر واژه رو نخستین بار چه کسی و در چه زمانی و در چه متنی به میان آورده. مثلا با در دست داشتن نتایج بررسی‌های بسامدی ما میتونیم دریابیم که نخستین بار کدام شاعر چشم یار رو به بادام تشبیه کرد یا بادام رو کنایه از چشم محبوبش دونسته. خاقانی در قرن پنجم این کنایه رو به کار برد. خیز و با چشم چو بادام به بستان میخواه که همه ساحت بستان گل بادام گرفت. سعدی هم میگه در هیچ بوستان چو تو سروی نیامده است، بادام چشم و پسته دهان و شکر سخن. پسته دهان یعنی خندان. در ترجیباً هم سعدی میگه ای چون لب لعل تو شکرنی، بادام چو چشمت ای پسر نی. با این حال به نظر میرسه که در سبک عراقی چشم نرگس و چشم آهو بیشتر از چشم بادامی کاربرد داشته باشه و اصولاً چشم نرگس و چشم آهو مفهوم عرفانی هم دارند. البته توجه داشته باشید که بابا طاهر حتی نه به چشم یار که به کیفیت چشم یار قناعت میکنه. به قول حافظ بنده طلعت آن باش که آنی دارد. آن کیفیتی است حس کردنی ولی وصف ناکردنی. سعدی میگه دختران طبع را یعنی سخن با این جمال آبرویی نیست پیش آن زیبا پسر. آن حقیقت مرموزی است که بر همه کس ظاهر نیست. آن کنایه از زیبایی باطنه که از زیبایی ظاهر بهتره و نوع عالی اون هم این است و هم آن. این که میگویند آن بهتر ز حسن، یار ما این دارد و آن نیز هم. بابا طاهر هم میگه مرا کیفیت چشم تو کافی، ریاضتکش به بادومی بسازی. در واقع کیفیت چشم یار رو به بادام تشبیه کرده است و نه چشم یار. در اصطلاح شناسی عرفان چشم به معنی جمال و به معنی صفت بصر الهی است و چشم با نظربازی ارتباط داره. خب نظربازی یک علمه، علم نظر. حافظ میگه از بتان آن طلب ار طالب حسنی ای دوست،
این کسی گفت که در علم نظر بینا بود. پس یک علمه. و نظربازی و شاهدبازی نه عیب که در مذهب ما به قول سعدی تحسینی است. میگه نظر کردن به خوبان دین سعدی است، مبادا آن روز کو برگردد از دین. و بابا طاهر هم نظربازی. ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هر چه دیده بینه دل کنه یاد. بسازم خنجری نیشش ز پولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. و نظربازی چشم تا به حدی بوده که نیاز به خنجری با نیش پولادین داشت. باز هم میگه بلا بی دل، بلا بی دل، بلا بی. گنه چشمون کره دل مبتلا بی. اگه چشمون نکرده دیده بونی، چه زونه دل که خوبون در کجا بی. سیمین بهبهانی هم یک دو بیتی به همین سیاق داره. بلا عشق و بلا عشق و بلا عشق، فکنده در دلم حول و ولا عشق. نهان کردم ز مردم در جوانی، کنون پیرانه سر شد برملا عشق. شاعران معاصر دیگری هم به این شیوه ذوق آزمایی کردند. مثلا فریدون مشیری که میگه به دریا شکوه بردم از شب دشت، و از این عمری که تلخ تلخ بگذشت. به هر موجی که میگفتم غم خویش، سری میزد به سنگ و باز میگشت. و سیاوش کسرایی میگه به من گفتی که دل دریا کن ای دوست. این دو بیتی رو استاد شجریان در تصنیف دشتی که بسیار زیبا و ماندنی هست به نام اشک مهتاب خونده. به من گفتی که دل دریا کن ای دوست، همه دریا از آن ما کن ای دوست. دلم دریا شد و دادم به دستت، مکش دریا به خون پروا کن ای دوست. مکش دریا به خون پروا کن ای دوست. خب من زیاد بازیگوشی نکنم که کاروبار داریم، خیلی برگردیم به بابا طاهر که او هم کاروباری جز عشق دلدار نداره. به سر شوق سر کوی یار، و به دل مهر مه رویش رو داره. شبهای تار رو با خیال دلبر سپری میکنه و کالای جان رو به چارسوق عشق او میبره. این دو بیتی هم که الان میخونم نشان توکله. شو تاریک و سنگستون و مو مست، قدح از دست مو افتاد و نشکست. نگهدارنده‌اش نیکو نگه داشت، وگرنه 100 قدح نفتاده بشکست. قدح و رطل و می و جام و اینها مفاهیم عرفانی هم هستند. رطل کنایه از جام محبت، می غلبات عشق و مخصوص اهل کمال، جام دل عارف سالک که سرشار از معرفت، و بلا امتحان دوستانه. و هر که تقربش بیشتر باشه جام بلا بیشترش میده. هر که در این حلقه مقربتر است جام بلا بیشترش میدهند. آن که ز دلبر نظر خاص یافت، داغ عنا بر جگرش می‌نهند. عنا با عین یعنی رنج. بابا طاهر هم میگه واته هر کس که قربش بیشتر بی، دلش از درد هجرون ریشتر بی. اگه یک بار مژگان توینم، به جونم 100,000 نیشتر بی. قبلا هم گفته بود ترازو آوریم غمها بسنجیم، هر اون غمگین تره وزنین تر آید. میگه بلا رمزی ز بالای ته باشه، جنون سری ز سودای ته باشه.
به صورت آفرینم این گمون بی، منظور خالق خداوند، به صورت آفرینم این گمون بود که پنهون در تماشای ته باشد، بلا رمزی ز بالای ته باشد، جنون سری ز سودای ته باشد. به صورت آفرینم این گمون بی که پنهون در تماشای ته باشد. عشق یار و غم عشق یار نه از آموزش استاد که مادرزادی است، غم عشق ته مادرزاد دار، نه از آموزش استاد دارم، به اون شادم که از یمن غم ته خراب آباد دل آباد دارم. خاک وجود عاشق رو به عشق ورزیدند و جام محبت رو زمانی به او نوشاندند که هنوز نبوده است. این پارادوکسه. به قول سعدی همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. بابا طاهر میگه آنگاه گوهر دیدم که هنوز دریا نبود، آنگاه خورشید را دیدم که جهان پیدا نبود، آن روز به دامن تو دست زدم که گردون هنوز برپا نبود. الف که از کاف و نونش سر و در کرد، همش هامان و کوهان لاژور کرد. او که عد آفری گردون گردان، همی عدسات و مو اندازه ور کرد. این از دو بیتی هایی است که به نظر میرسه مال خود بابا طاهر بوده باشه. الف اشاره به ذات خداوند و اشاره به احدیت. الف به حروف دیگه نمی پیونده، از هر حرفی بی نیازه. حروف دیگرند که به الف نیاز دارد. کاف و نون اشاره به مرتبت ایجاد ممکنه. میگه تعاری روج روشن رو شو از پی، شده کون و مکان از قدرتت هی. حقیقت بشنو از طاهر که گردید به یک کن، خلقت هر دو جهان طی. کن، کاف و نون اشاره به کن فیکون داره. پس گفتیم الف که از کاف و نونش سر و در کرد، همش هامان و کوهان لاژور کرد. او که عد آفری گردون گردان، همی عدسات و مو اندازه ور کرد. یعنی هنگامی که خداوند دشت ها و کوه ها رو لاژوردی میکرد، رنگین میکرد و گردون گردان رو می آفرید، من همونجا بودم، ایستاده بودم در پیشگاه او تا جهان رو اندازه گیری بکنم. مرکز واژگان بابا طاهر دله. تا قبل از او شاید کمتر شاعری این همه از دل حرف زده باشه. رودکی میگه یکی زین برزن ناراه برشو، که بر آتش نشانی برزنی را. دل من ارزنی عشق تو کوهی، چه سایی زیر کوهی ارزنی را. فکر کنم ماجرای ارزن در شعر فارسی گاهی تکرار میشه تا زمانی که ملک الشعرای بهار سر و کارش با اون حاجی کذایی ارزن فروش میفته. به هر حال دل و دلبر در قاموس بابا طاهر یکیست. اگه دل دلبره، دلبر کدومه؟ اگه دلبر دله، دل رو چه نامه؟ دل و دلبر به هم آمیته وینم، ندونم دل که و دلبر کدومه. ابو سعید ابوالخیر هم میگه ای دل بر ما مباش بی دل بر ما. یک دل بر ما به از 200 دل بر ما، یا یک دل بر ما به از 200 دل بر ما. نه دل بر ما نه دل بر اندر بر ما، یا دل بر ما فرست یا
دلبر ما. بابا طاهر هم مثل ابو سعید ابوالخیر و خیلی از کسان دیگه گرفتار دلی داره که بازار محبت از اون گرم شد. دلی دیرم خریدار محبت، کزو گرم است بازار محبت. قبایی بافتم بر قامت دل، ز پود محنت و تار محبت. بابا طاهر با دل حرف میزنه، دل رو مخاطب قرار میده، حال دل رو میپرسه. دلا چونی، دلا چونی، دلا چونی، همه خونی، همه خونی، همه خون. برای لیلی سیمین عذاری، چو مجنونی، چو مجنونی، چو مجنون. از دل گله میکنه، به درگاه خدا از دست دل میناله و دادخواهی میکنه. خدایا خسته و زارم از این دل، شو و روزون در آزارم از این دل. ما از دل نالم و دل ناله از ما، ز ما بستون که بیزارم از این دل. بازم میگه خدایا داد از این دل، داد از این دل، که یک دم ما نگشتم شاد از این دل. چو فردا داد خواهون داد خواهند، بواجم 100,000 داد از این دل. و بابا طاهر به سوز دل از آن رو خو گرفته است که خوبان جفاکار دل خونین پسند. دلا خوبون دل خونین پسندند، دلا خون شد که خوبون این پسندند. متاع کفر و دین بی مشتری نیست، گروهی اون گروهی این پسندند. این منتهای آزادگی است. متاع کفر و دین بی مشتری نیست، گروهی اون گروهی این پسندند. بابا طاهر قطعاً به آثار نظم و نثر پارسی زمان خودش دسترسی داشته و بعید نیست که به پارسی دری هم شعر گفته باشه، ولی مشخص نیست که به نوشتن دو بیتی های خودش که پهلویات همت گمارده یا نه. پهلویات یک نامی است که بر دو بیتی هایی که به گویش های کهن نواحی پهله یا فهله سروده شدند اطلاق میشه. پهلویات جمع پهلویه است، معرب صورت فارسی پهلوی، چون عرب‌ها در زبانشون واجب پ ندارن. پهله نام سرزمینی وسیع در غرب ایران بوده که بیشتر شهرها و نواحی زاگرس فعلی رو فرا می گرفته. ایالت پهله در زمان ساسانیان به این نام نهاده شده و پهلوی به مردم این منطقه و به زبان و خطشون اطلاق میشه. به هر حال منطقه فهله اصفهان و ری و همدان و آذربایجان و نهاوند، ولی از نظر زبانشناسی سرزمین فهله تا گیلان میشه گسترشش داد. یعنی تمام دو بیتی هایی که به گویش های محلی سروده شده بهش میگن پهلویات. از نسخه های موجود چنین برمیاد که بابا طاهر بیشتر دو بیتی ها رو به زبان پهلوی سروده باشه. دو بیتی های بابا طاهر رو در گویش های لری، همدونی، کردی، لکی و رازی شناختن. رازی یا راجی گویش مردم مناطق ری و همدان و کاشان و عراق و ما نمیدونیم که برای مکتوب کردن پهلویات از الفبای کدوم خط استفاده کرده، اوستایی، پهلوی یا عربی. و اصولا نمیدونیم که نخستین بار دو بیتی های بابا طاهر در چه زمانی و با چه زبانی به رشته تحریر در اومد.
زبان پهلوی در طول زمان به تناسب شرایط اقلیمی، فرهنگی، سیاسی و سایر عوامل از جمله تبدیل خط پهلوی و خط اوستایی به خط عربی به گویش‌های متعددی منشعب شد. ولی از اونجا که خط عربی گنجایش نمایش دستگاه واجی این گویش رو نداشته، پهلویاتی مثل دوبیتی‌ها در زمره ادبیات شفاهی این مرز و بوم قرار گرفتند و سینه به سینه از نسلی به نسلی منتقل شدند. بی‌دقتی، دخل و تصرف و احیانا بی اطلاعی و بی سوادی وراقان و نسخه نویسان و کاتبان که در طول زمان گریبانگیر همه متون نظم و نسق فارسی شده، تشخیص زبان اصلی دوبیتی ها رو مشکل کرد. در این 10 دقیقه‌ای که فکر می‌کنم باقی مونده، من در مورد نسخه های قدیمی دوبیتی ها و همچنین تصحیح دوبیتی ها یک نکته رو که به نظرم مهمه میگم و سخنم رو به پایان میبرم. 2 نسخه قدیمی در دسته که به لحاظ اصالت و نیز از نظر خالصی زبان از نسخه های دیگه برترند. یکی نسخه النیریزیات و دیگری نسخه قونیه. النیریزیات قدیمی تره و متعلق به سده 8 هجری قمری است و در کتابخانه مجلس با نام تذکرة الشعراء یا سفینه اشعار از اون یاد شد. شامل 4 قطعه و 11 دوبیتی است. 11 دوبیت. نسخه قونیه شامل 2 قطعه و 8 دوبیتی است که در سال 848 هجری قمری نوشته شده و در موزه شهر قونیه نگهداری می‌شود. ولی آیا همه سروده‌های بابا طاهر محدود به همین چند قطعه و چند دوبیتی؟ در بعضی از نسخه‌های متأخر شمار دوبیتی‌ها گاهی به 400 میرسه که بعضیاشون فارسی‌اند، بعضیاشون نشان از گویش‌های منطقه دارن مثل لوری، لکی و ملایری و رازی یا راجی. گاهی هم میتوان رد زبان پهلوی رو در اونها دید. به این ترتیب نسخه های متأخر هم در بازنمایی زبان اصلی بابا طاهر کمک چندانی نمی کنند. تنوع زبان دوبیتی ها در نسخه های متأخر شاید بیانگر این باشه که سرایندگان دیگری دوبیتی هایی تحت تأثیر اندیشه های بابا طاهر و به تقلید از او سرودند که از نظر مضمون و فکر به دوبیتی های بابا طاهر نزدیک بوده، ولی در طول زمان به سبب نبودن امکان ضبط این دوبیتی ها جدا از نام سرایندگان اونها بر سر زبان ها افتادند و بر حسب قضاوت و توجیه و سلیقه مردم به نام بابا طاهر ثبت شد. گاهی تناقض اندیشه های گوناگون در پس دوبیتی ها میتونه دلیل تعدد سرایندگان باشه. تصحیح دوبیتی های بابا طاهر و نیز انتخاب نوشتار مناسب اون نیازمند ترمیم باستان شناختی دستگاه واجی یا فونولوژیک و واژگانی دوبیتی ها داره
و قطعی کردن گویش بابا طاهر در سرودن اینها. مسئولیت این حرف‌هایی که میزنم با خود منه. البته ما با مطالعه گویش‌های رایج در غرب ایران که ریشه در زبان پهلوی دارند، همچنین به کمک قدیمی ترین نسخه هایی که در دسته، که گفتیم الان نسخه های قدیمی چی، کاری که مصححان میکنند و بنای تصحیح رو بر نسخه اقدم میگذارن، یعنی قدیمی ترین نسخه رو مقابل چشمشون قرار میدن که لزوما همیشه هم کارگشا نیست و من در اون مورد هم خیلی حرف دارم. نسخه اقدم به هر حال شاید بتوان زبان اصلی بابا طاهر رو بازسازی و دو بیتی‌هاش رو با زبان خودش بازنویسی کرد. اگر چنین کنیم، سؤال اساسی من اینه که آیا خواندن دو بیتی‌ها با آن زبان بازسازی شده و بازنویسی شده به فرض برای مردم امروز آسان خواهد بود؟ آیا مردم به آن زبان مهجور انس خواهند گرفت؟ باید به خاطر داشت که ما می‌خواهیم دو بیتی‌های بابا طاهر رو به دست مخاطبان امروزی او بسپاریم. بنابراین بیم آن می‌رود که ضبط دو بیتی‌ها با تلفظ دشوار پهلویات قرن 5 هجری شمسی مخاطبان امروز رو از دو بیتی‌ها بیزار بکنه. چنین ضبط خشکی دور از نگرش زبانشناختی، روانشناختی و جامعه شناختی و به نظر من ممکن است حتی گورستان دو بیتی‌ها بشه. از این رو در ضبط دو بیتی‌ها نمیتوان نقش مخاطب را در گذر زمان نادیده گرفت. مخاطبان در ماندگاری پیام نقش مهمی ایفا می‌کنند و در واقع برآیند نظر و سلیقه اونها به نوبه خودش سرنوشت پیام رو رقم میزنه. همان گونه که طی 1000 سال گذشته در جای جای ایران پهناور هر کسی با زبان و گویش خودش دو بیتی‌های بابا طاهر رو خونده و بسیاری از واژگان اون رو با عادت‌های زبانی خودش تطبیق داده و بعد از تثبیت فارسی دری در مقام زبان رسمی ایران، دو بیتی‌های بابا طاهر بی آنکه منزوی یا فراموش بشن به تدریج با زبان فارسی دری سازگار شدند. به عبارت دیگه در طول زمان مردم پا به پای تحولات زبان دو بیتی‌های بابا طاهر رو متحول کردند و پهلویات رو به صورت فارسی دری در آوردند. این خیلی مهمه و به سهم خودشون این مردم سبب ماندگاری اونها شدند و بنابراین تأثیر و تعامل سلیقه‌های مختلف مخاطبان بابا طاهر در طول تاریخ و در هر مقطعی از زمان، یعنی محور طولی و محور عرضی زمان، در موفقیت پیام بابا طاهر بیش از خود بابا طاهر مؤثر بوده است. بیش از این سر شما رو درد نمیارم. گفت یکی برزیگری نالون در این دشت، به چشم خونفشون آلاله میکشت. همی کشت و همی وط ای دریغا، که باید کشت و هشت و رفت از این دشت. همی کشت و همی وط ای دریغا، و دریغا اگر ما آنچه را که نیاکان ما در این دشت کشته اند و برای ما هشته اند قدر نشناسیم و سپاس نگذاریم. متشکرم.
با سپاس فراوان از خانم مشیری عزیز. خب قبل از اینکه خانم مشیری یک قطعی رو از بابا طاهر میخونم، میخونن، خسته شدن دیگه. ولی قبل از اون یک چند گزارش انجمن. در اینجا کتاب خانم ایران درودی هست، فقط 2 نسخه اگر خواستید. سی دی خانم سیمین بهبهانی با صدای دکلمه خانم سوزی زیایی و ترجمه انگلیسی خانم میلانی و کتابای خود خانم مشیری هستش که میتونم براتون امضا کنم. خب فکر کنم وقتی برای